سلام و ارادت خدمت عزیزان و دنبال کنندگان ایکس وای. در خدمت شما هستیم با یه ویدیوی تحلیلی دیگه. توی این قسمت ما قصد داریم به بررسی نمودارهای نات کوین و تون در تایم فریم های هفتگی، روزانه، 4 ساعته و 1 ساعته بپردازیم. توی بررسی اولین آیتممون به سراغ نمودار تون میریم و طبق معمول با تایم فریم هفتگیمون شروع میکنیم. چیزی که ما اینجا شاهدش هستیم در یک روند صعودی در بازه زمانی ماژورمون، نمودار ما هنوز هم که هنوزه صعودی هست بچه. اما در بازه مینورترمون توی تایم فریم هفتگی ما روند صعودیمون که این خط آبیه باشه رو شکستیم و احتمال نزولمون تا محدوده قرمز رنگ مشخص شده بین 4.36 تا 5.9 وجود داره و طبق این تایم فریم ورود به این بازار برای افرادی که بسیار بلند مدت دارن سرمایه گذاری میکنن فعلا کار خوبی نیست. یک تایم فریم بریم پایین تر، در تایم فریم روزانه نمودار رو مورد بررسی قرارش بدیم. همطور که مشاهده میکنید نمودار ما در حال طی کردن یک روند آپترند صعودی بوده و زمانی که این روند آپترند شکسته ما یک حرکت تا همون محدوده‌ای که در تایم فریم هفتگیمون هم شاهدش بودیم تقریبا داشتیم و این محدوده بسیار مهمی هست، چرا که 2 مرتبه، یک بار در این ناحیه و یک بار در این ناحیه تاچ شده و در حال حاضر هم نمودارمون هنوز از روند داون ترندش خارج نشده و هنوز همین نمودار نزولی است و احتمال زیاد تا همین مرحله دوباره هم بیاد. این پس در تایم فریم روزانه. در این تایم فریم هم بازار وضعیت خوبی نداره و عزیزانی که قصد دارن در این تایم فریم هم معامله بکنن خرید بهشون به هیچ وجه پیشنهاد نمیشه. یک تایم فریم بریم پایین تر، در تایم فریم 4 ساعتمون. در این تایم فریم هم ما شاهد یک روند صعودی بودیم که نمودار ما در حال حاضر از این روند خارج شده. سقفی که ما شاهدش هستیم و نمودار ما هم 2 مرتبه باش برخورد کرده این محدوده قرمز بالاییه که نمودار ما بسیار نزدیک به این منطقه هست و احتمال داره که تا این سقف یک مرتبه دیگه هم بریم. اما با توجه به اینکه نزدیک به این سقف هست و با محدوده‌ای که احتمال اصلاح تا اون رو داره بسیار فاصله داره، ورود به این بازار و خرید نمودار تون در این تایم فریم هم کار عقلانی به حساب نمیاد بچه‌ها و این هم پیشنهاد نمیشه. اما یک تایم فریم بریم پایین‌تر و در تایم فریم 1 ساعته ما نمودار تونمون رو بررسی بکنیم. چیزی که ما شاهدش بودیم یک روند نزولی بوده و محدوده‌ای که احتمال پول بک زدن بهش رو نمودار داشتن رو هم تاچ کرد و کفی که داریم هم در این محدوده هست و به احتمال زیاد با توجه به وضعیتی که در بازه زمانی مینورتر هم داره، همونطور که مشاهده می‌کنید 2 بار در این بازه زمانی نمودار ما این سقف رو تاچ کرده و به احتمال زیاد ما شاهد یک حرکت نزولی یا یک اتفاق نزولی در این نمودار توی این تایم فریم باشیم. پس در تایم فریم 1 ساعته هم این نمودار خریدش برای عزیزان پیشنهاد نمیشه. پس این شد از نمودار تون و در هر 4 تایم فریمی که ما مورد بررسی قرارش دادیم وضعیت جالبی برای خرید نداره. اما بریم به سراغ آیتم بعدیمون که نمودار نات کوین باشه و اون رو هم در تایم فریم های هفتگی، روزانه و 4 ساعته و 1 ساعته مورد بررسی قرارش بدیم. همونطور که مشاهده میکنید بچه‌ها این نمودار من
کلا 14 تا کندل داره توی تایم فریم هفتگی، یعنی کلا 14 هفته عمرشه. پس این نمودار در بازه زمانی بلند مدت هیچ گونه تحلیل معتبری نداره. اگر یک جایی به شما گفتن این نمودار قرار بره تا کره مریخ در سال فلان، بدونید که اون تحلیل بر اساس بخار معده است. هیچ تئوری، هیچ محاسبه دقیقی روی اون تحلیل به شما ارائه نشد. محدوده کفی که توی این در واقع تایم فریم محاسبه شده برای این نمودار، این محدوده قرمز رنگی هستش که من برای شما رسم کردم و نمودار ما هنوز که هنوزه در حوالی لب مرز اون روند نزولی بوده که داشته طی می‌کرده. اگر این خط روند بشکنه ما احتمال صعود نمودار رو خواهیم داشت، ولی با توجه به تایم فریم هفتگیش چون تاریخچه زیاد نداره، از آن تصمیم گیری برای این نمودار نداشته باشه. یک تایم فریم بریم پایین‌تر، در تایم فریم روزانه این نمودار رو بررسی بکنیم. چیزی که ما مشاهدهش میکنیم یک روند نزولی هست که با این خط آبیه مشاهده میشه و نمودار ما هنوز که هنوز در زیر این خط روند هست. این خط توی تایم فریم روزانه دقیق تر از تایم فریم هفتگی قابل مشاهده هست. محدوده کفمون هم از این خط قرمز پایین تا این خط قرمز بالاییش شما در نظر بگیرید. یعنی نمودار ما اگر این محدوده کف رو از دست بده دیگه وضعیت خوبی نداره این نمودار، دیگه هیچ امیدی به این نمودار نمیشه داشت، دیگه عمر این نمودار تمام شد. اما هنوز جای امید داره چون هنوز توی این محدوده قرار داره. اگر این خط آبی شکسته بشه و اگر نمودار ما اینجا یک کف مطمئن رو بسازه و یه حالت گودال شکل رو ما اینجا شاهدش باشیم، یا حالت کاسه شکل رو ما اینجا داشته باشیم، یا بعضی از دوستان بهش میگن ملاقه، یا همچین پترن رو ما اینجا شاهدش باشیم، احتمال صعود نمودار ما در تایم فریم روزانه تا محدوده قرمز رنگ مشخص شده هستش بچه. یعنی ما یه همچین احتمال صعودی رو داریم. اگر فقط دو تا شرط اینجا اتفاق بیفته. اولیش یک کف معتبر در این محدوده و این از این خط تا این خط یک کف معتبر این نمودار یعنی بسازه که احتمالش هست بسازه. اگه دقت بکنید سرعت ریزشش کم داره اینجا کم میشه. و دوم شرطش هم این هستش که این خط آبی شکسته بشه که هنوز این دوتا هیچ کدومشون اتفاق نیفتاده. پس منتظر این اتفاق باشید اگر قصد دارید در تایم فریم روزانه خریدی رو توی این بازار بزنید. یک تایم فریم بریم پایین‌تر، در تایم فریم 4 ساعته نمودار رو مورد بررسی قرارش بدیم. در تایم فریم 4 ساعته نمودار ما در حال طی کردن یک روند داون ترند بوده که با یک خط آبی شما رو مشاهدهش می‌کنید، من رسمش کردم و از این روند خارج شده، یعنی روال این نمودار تغییر پیدا کرد. حالتی که این نمودار داره یک حالت با احتمال صعود. اولین محدوده‌ای که برای این نمودار ما پیش بینی می‌کنیم که نمودار بهش برسه و قبلا هم یک بار با یک شادو تاچش کرده و یک بار هم تا نزدیکیش رفته، این محدوده قرمز رنگ ما هست. نمودار ما در تایم فریم 4 ساعته احتمال صعود تا این محدوده قرمز رنگ رو در خودش داره بچه‌ها. اما با توجه به این که در واقع این محدوده فاصله زیادی با جایی که الان نمودار داره نداره، ورود به این بازار پیشنهاد نمیشه فعلا، مگر اینکه بالای این خط یا حوالی این محدوده یک کف دیگه بسازه که نشون بده میخواد به روند صعودیش ادامه بده، یا اون اتفاقی تایم فریم روزانه گفتم اتفاق بیفته واسه این نمودار. یک تایم فریم بریم پایین‌تر، در تایم فریم 1 ساعته ما شاهد یک روند داون ترند بودیم. اینجا هم از اون روند داون ترندمون خارج شدیم و نمودار یک محدوده پول بک داشته که این دو تا خط قرمزاست و اون محدوده پول بکش رو زده. الان یک کارش تمام شده. توی محدوده ساعتی احتمال زیاد ما شاهد یک ریزش تا
این محدوده‌ای که من با دو خط مشکی رنگ مشخص کردم احتمالاً شاهدش باش. در محدوده ساعتی هم اگر خواست خرید بکنی و باید صبر بکنی حداقل به این 2 خط مشکی برسه، یک کف بسازه و طبق عادتی که ما توی تمام نمودارامون برای معامله داریم از روال نزولیش هم خارج بشه، بعد خریدتون رو بزنید. بعضی از عزیزان تو شادو خرید میکنن، مثلا طرف نمودار اومده اینجا خریدش زد، خرید تو زدی دمت گرم، سودم خوب کردی، ولی اگر اینجا وای نمیستاد نمودار چی؟ خواست چه اتفاقی واسط بیفته؟ روی یک ناحیه خیلی خیلی شانسی معاملش رو زده و به امید حد سود و حد ضررش بوده. امیدوارم که تونسته باشم حق مطلب رو ادا بکنم. تا ویدئوی بعدی همه شما رو خدا حفظ کنم. خدا نگهدار.